سلام، من دکتر احسان هستم، پژوهشگر علوم اعصاب. امروز میخوام درباره وضعیتی صحبت کنم که بسیاری از ما آن را با عناوینی مثل اهمالکاری یا بی‌انگیزگی میشناسیم، اما در واقعیت ما با یک بحران بیولوژیکی روبرو هستیم. میخواهیم کتاب سم‌زدایی دوپامین نوشته تیبو موریس را کالبدشکافی کنیم. کتابی که به ما میگوید چرا مغز مدرن ما در عین برخورداری از بیشترین امکانات تاریخ انقدر خسته و پریشان است. بیایید با یک اشتباه بزرگ شروع کنیم. اکثر مردم فکر میکنن دوپامین یعنی لذت، اما در علوم اعصاب ما دوپامین را مولکول بیشتر خواستن مینامیم. دوپامین به شما نمیگوید این بستنی خوشمزه است، بلکه دقیقاً قبل از خوردن در مغز شما فریاد میزنند باید این را داشته باشی. این انتقال دهنده عصبی سوخت سیستم پاداش مغز ماست و وظیفه‌اش ایجاد انگیزه و ولع برای بقاست. مشکل اینجاست که مغز ما محصول تکاملی هزاران سال زندگی در شرایط کمبود است. در گذشته یافتن یک منبع قند یا یک خبر تازه برای بقا حیاتی بود و پاداش دوپامینی بزرگی داشت. اما امروز ما در اقیانوسی از دوپامین ارزان غرق شده‌ایم. از اعلان‌های گوشی و ویدیوهای بی پایان یوتیوب گرفته تا غذاهای فراوری شده. نکته علمی و دقیق که تیبو موریس با آن اشاره می‌کند و ما در آزمایشگاه علوم اعصاب به آن می‌گوییم تعادل لذت و درد، کلید درک این بحران است. مغز ما به شدت به دنبال هومئوستازی یا همان تعادل است. وقتی شما با مصرف بیش از حد رسانه‌های اجتماعی سطح دوپامین را به شکلی غیر طبیعی و ناگهانی بالا میبرید، مغز برای محافظت از خودش یک وزنه مخالف ایجاد می‌کند تا سطح را پایین بیاورد. این وزنه مخالف چیزی نیست جز احساس ملالت، اضطراب و بی‌حوصلگی. در واقع هر چقدر پاداش سریعتر و ارزانتر باشد، سقوط بعد از آن عمیق‌تر است. به همین دلیل است که بعد از 2 ساعت چرخیدن در اینستاگرام نه تنها شاد نیستید، بلکه احساس پوچی و خستگی عجیبی می‌کنید. کتاب سم‌زدایی دوپامین یک پیشنهاد دارد: دنیایت را کوچک کن تا مغزت بزرگ شود. سم‌زدایی دوپامین به معنای حذف علم یا تکنولوژی نیست، بلکه به معنای بازتنظیم آستانه تحریک مغز است. وقتی ما مدام در معرض محرک‌های شدید هستیم، حساسیت گیرنده‌های دوپامین ما کم می‌شود. به زبان ساده، مغز ما کرخت می‌شود. در این حالت، کارهای ارزشمندی مثل مطالعه یا کتاب عمیق، یادگیری یک مهارت جدید یا حتی گوش دادن به صحبت‌های یک دوست، چون دوپامین انفجاری ندارند، برای ما کسل کننده به نظر می‌رسند. سم‌زدایی یعنی به مغز اجازه دهیم در خلأ قرار بگیرد. تیبو موریس معتقد است ما باید آگاهانه وارد وضعیت ملالت شویم. وقتی ورودی‌های مغز را محدود می‌کنیم، مثلا با 1 روز دوری کامل از تکنولوژی یا رعایت قانون ساعات طلایی صبحگاه بدون گوشی، در واقع در حال انجام یک جراحی ظریف روی سیستم پاداشمان هستیم. در این دوره مغز شروع به بازیابی حساسیت خود می‌کند. پس از مدتی معجزه‌ای رخ می‌دهد، کارهای سخت دوباره ممکن می‌شوند. چرا؟ چون آستانه تحریک پایین آمده و حالا مغز می‌تواند از تمرکز روی یک مسئله پیچیده هم لذت ببرد. یکی از درخشان‌ترین بخش‌های کتاب تفکیک بین لذت‌های پوچ و رضایت عمیق است. لذت پوچ مصرف کننده است و شما را خالی تر می کند، اما رضایت عمیق مولد است و از مسیر تلاش می گذرد. علم نشان می دهد که دوپامینی که در انتهای یک کار سخت و با تمرکز به دست می آید ماندگارتر است و باعث افت ناگهانی و اضطراب نمی شود. من به عنوان یک پژوهشگر این کتاب را نه یک دستورالعمل برای بهره‌وری، بلکه یک بیانیه برای آزادی می بینم. در دنیایی که هزاران مهندس و الگوریتم فوق پیشرفته استخدام شدند تا توجه شما را بدزدند و آن را به پول تبدیل کنند، سم‌زدایی دوپامین تنها راه پس گرفتن فرماندهی مغز است. در نهایت بیایید به این موضوع فکر کنیم: ما در حال از دست دادن توانایی حضور در لحظه هستیم، چون همیشه منتظر محرک بعدی هستیم.
اما حقیقت این است که زندگی در فواصل بین این پیام ها و اعلان ها جریان دارد. من دکتر احسان هستم و پیام نهایی من برای شما این است: انسان بودن یعنی توانایی فرار رفتن از غرایز لحظه‌ای. سمزدایی دوپامین تنبیه کردن خودتان نیست، بلکه باز کردن قفل زندانی است که دیوارهایش از جنس لایک ها، کلیک ها و لذت های زودگذر ساخته شده است. یادتان باشد ارزشمندترین نسخه از شما در آن سوی ملاله و در میانه تمرکز منتظر ایستاده است. پس گاهی گوشی را زمین بگذارید، اجازه دهید مغزتان کمی سکوت را تجربه کند و ببینید که چگونه دوباره قدرت خلق کردن و عمیق زیستن را پیدا خواهید کرد. ممنونم که با من همراه بودید.